سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با آموزش گوشواره. گوشواره هایی که میبینید گوشواره حلقه‌ای هستش که بافت شده، مهره ها درش و قشنگ محکم شده. میخوایم امروز اینها رو آموزش بدیم. وسایلی که لازم داریم برای آموزش حلقه گوشواره است. من امروز رنگ طلایی رو انتخاب کردم، دم باریک و سیمچی. حالا اون موضوعی که خودتون مد نظرتون هست، من امروز یه صدفی شاهیندار انتخاب کردم برای آموزشمون و سیم که شما میتونید تو شماره‌های 5 تا 7 هر گروه که خواستین یه سیم نرم و راحت که منعطف هم باشه انتخاب کنین برای کارتون. و گیره گوشواره هم که باید داشته باشین که میتونین، حالا استیلش میتونین که اگه حساسیت ندارین اون عادیش هم تهیه کنین. استیلش رو هم من دارم حالا، ولی میخوام چون آموزش هست که از این ساده هاش انتخاب کنم. خب میخوام شروع کنیم. سیمم رو برمیدارم و حلقه مورد نظرم رو انتخاب میکنم. سیم رو میپیچم دور حلقه به این صورت و آمادگیش رو این حلقه اول رو ایجاد میکنم. به این صورت محکم میکنیم و اندازه‌ای که میخوام من حدوداً شاید حدود 30 سانت 40 سانت سیم بخوام. پس سیمم به این صورت و حلقه متصل هست. حالا میریم سراغ مهره هامون. مهرم رو توی سیم میبرم خب به این صورت که همینجوری سفت بیسته. مهره رو با انگشت نگه میدارم و از توی حلقه یه دور کامل رد میکنم. به این صورت ردیف اول. بر ردیف بعدی، مهره بعدی من چند ردیف براتون میبافم که شما روال رو کلن ببینی که به چه صورت هست. خب به این صورت مهره بعدی رو بیرون از حلقه نگه میدارم و از داخل حلقه دوباره رد میکنم. یه دور کامل سفت و فیکس میکنم. میرم سراغ بعدی. سیم میبرم از توی حلقه رد میکنم بارونی. اصلا من کم تند کار میکنم چون روال شما دیگه دستت اومده و به همین صورت. حالا من بقیه رو هم انجام میدم، بهتون آخر کار نشون میدم که به چه صورت هستش.
من تصمیم گرفتم تا همینجا بیشتر کارش نکنم. ببخشید یکم نامنظم شد، یکم کار عجله‌ای هست. خب تا همینجا رو من سعی کردم کار کنم. این حلقش رو هم شفت کنم. حالا برای اینکه کامل فیکس بشه یه دور دیگه هم میپیچونیم که کامل فیکس بشه. تکه های اضافه سیم رو میچینیم. فیکس میکنیم اینو به این صورت. و شما میتونید ردیف رو به صورت کامل پر کنید مثل این که من انجام دادم. از هر رنگی هم دلتون خواست میتونید استفاده کنید. میریم سراغ گیره گوشواره. گیره گوشواره رو برمی‌داریم با دم باریک. یه حلقه اینجا داره، اون بازش میکنیم، کامل باز میکنیم به این صورت که راه ورود داشته باشه. از داخل این دایره رد میکنیم. بعد دوباره با دم باریک به صورت کامل میبندیم به این صورت. حالا من میخوام یه تزیین دیگه هم بهش اضافه کنم، با همراه باشید. خب یه دونه از این پولک های شایندار رو من انتخاب کردم برای اینکه میخوام اضافه کنم به داخل گوشوارم. یه کار خیلی فانتزی طور بشه. برای این کار نیاز داریم به یه حلقه. خب حلقه‌مون رو برمی‌داریم به این صورت بازش میکنیم. پولکمون رو برمی‌داریم به اندازه باز کنیم که از توی حلقه رد بشه. خب و یه دایره این وسط هست، میخوایم از توی این دایره ردش کنیم. یه کمی سخته چون خیلی ظریف و حساسه. من به این صورت پولک رو میبرم داخل. و سعی کنم یه حلقه بزرگتر استفاده کنم. حالا من سعی میکنم با همین حلقه کوچیک کار رو راه بندازم. روالش رو بهتون نشون دادم به چه صورت. این تقریبا همچین حالتی میشه. من با حلقه رو ببندم. یکم کار ظریفه، پشت دوربین سخته. خب به این صورت تقریبا میشه و این گوشوارمون آماده است. به این صورت شما پولک هر رنگی که دوست داشتین میتونید استفاده کنید. مثلا الان رنگ بندی مختلف دارم که میارم مدلش رو بهتون نشون میدم توی سایزهای مختلف، توی رنگهای مختلف. دیگه حالا سلیقه خودتون هست. تا نگاه کنید پولک نقره‌ای هست، آبی هست، از این چند رنگا هست، این مدلی هست. با این مدل براتون یه گوشوار آبی میخوام درست کنم، به زودی بذارم توی صفحه‌مون. این پولک ها خودشون کلا یه دنیای از ساخت گوشوار است. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایت کنید. بگین که دوست دارین چه چیزی بهتون آموزش بدم که من آموزش رو براتون بذارم.